سلام، خوش اومدید به کانال فوتبال وید بین. اخبار ورزشی رو ما توی این چنل قرار میذاریم. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله چنل رو فعال کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. ممنون میشم. بریم واسه ویدیو. هلند با 4 گل کانادا را در هم کوبید. به گزارش فوتبال 360 تیم ملی هلند در مسابقه دوستانه با نتیجه 4-0 از سطح کانادا گذشت. نیمه اول بدون گل به پایان رسید، اما گل‌های متوالی در همان ابتدای مسابقات کار کانادا را یکسره کرد تا شاگردان رونالدو کومان به 5مین پیروزی خود در 6 مسابقه اخیر دست پیدا کنند. در حالی که حملات هلند در نیمه اول راه به جایی نبرده بود، ممفیس دپای در دقیقه 50 بالاخره این تیم را پیش انداخت. حرکت با به توپ زیبای جرمی فریمپونگ و ارسال بلند او به دل محوطه جریمه کانادا با عبور از مدافعان به دیپای رسید و بال چپ 30 ساله اتلتیکو مادرید هلند را پیش انداخت. هنوز 60 دقیقه از آغاز کار نگذشته بود که وود وگهورست هم نام خود را به سیاه گلزنان افزود. شلیک شوتن روی دفع ناقص مدافعان با واکنش نصف و نیمه سنت کلور دروازه‌بان کانادا همراه شد و مهاجم سابق منچستر یونایتد با فرصت طلبی اختلاف را به عدد 3 رساند. با جوش فریمپونگ در راست ادامه داشت و او دقایق بعد از شخصاً گل دوم را به ثمر رساند. حرکت متفاوت کناری بایر لورکوزن در داخل محوطه جریمه به یک پاس ارزی ختم شد. دیویس توپ را بلوکه کرد، اما خود فریمپونگ توپ برگشتی را با پای چپ به تور رساند. در حالی که حملات هلند در نیمه اول راه به جایی نبرده بود، ممفیس دپای در دقیقه 50 بالاخره این تیم را به پیش انداخت. حرکت پا به توپ زیبای جرمی فریمپونگ و ارسال بلند او به دل محوطه جریمه کانادا با عبور از مدافعان به دیپای رسید و با 30 ساله اتلتیکو مادرید هلند را پیش انداخت. این پایان کار نبود و کانادا در فاصله 7 دقیقه مانده به پایان وقت قانونی به گل 4 هم رسید. ناکامی مدافعان میمان در دفع توپ حاصل از ارسال کردن کرنر به ویرجیل فن دایک کمک کرد با ضربه سر توپ را به آن سوی خط دروازه تیم ملی کانادا برساند. هلند دوشنبه شب در یک مسابقه دوستانه به مصاف ایسلند می رود و در جام ملت‌های اروپا به ترکیب لهستان، فرانسه و اتریش را به پیش رو دارد. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون. فعلا تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.